بازی گذاشته بودن؟ اونقدر مسخره. همه داشتن سنگ پرت میکردن، اما نه سمت توپیای سیبل معمولی. نه، میزدن به نقاشی یه مرغ بالدار گنده که بابام میگه اسمش شیرداله و مثلا خیلی قدمت داره. مامان میگفت اینا اگر راست میگفتن جرأت داشتن یه بار سنگ میزدن به گلدون کریستال خونه خودشون. من فکر کردم راست میگه ها، اگه تو خونه به گلدون سنگ بزنی همونجا دعوات میکنن تا یه هفته هم خبری از چیپس و پفک نیست. اما اگه توی تلویزیون سنگ بزنی به نماد 3000 ساله مملکت، نهایتاً برنامه‌ت رو تعطیل میکنن و فرداش میری یه جای دیگه کار میکنی. فهمیدم شکستن تاریخ خیلی آسان‌تر از شکستن لوازم خونه است. آفرین به عموها که راهش رو پیدا کردن. کاش منم به جای دیوار یه شیردال نقاشی میکشیدم.